آیا می‌دانید دلار که امروز در جیب هر کسی هست، روزگاری در قلب جمهوری چک و در یک معامله عجیب به جریان افتاد؟ اگه فکر می‌کنید که دلار فقط یک پول ساده است، باید با من همراه باشید تا سفر شگفت انگیزی از تاریخ این پول در سراسر دنیا داشته باشیم. آماده که از رازهایی که پشت این اسکناس‌ها پنهانه باخبر بشید؟ پس تا آخر ویدیو با من بمونید. سلام، خوش اومدید به کانال تاپ 5 روز. امروز میخوایم در مورد تاریخ عجیب و غریب دلار صحبت کنیم. از جایی که این پول کوچک و پرقدرت اولین بار شناخته شد تا زمانی که به یکی از مهمترین ارزهای جهانی تبدیل شد. مطمئنم که بعد از این ویدیو به دلار با چشم متفاوت‌تری نگاه خواهید کرد. شاید براتون جالب باشه که دلار همیشه همینطور که امروز میبینیم نبوده. داستان دلار از جمهوری چک شروع میشه. بله، درست شنیدید. داستان دلار از اونجا شروع شد که یک پول کاغذی ساده بر تصفیه حساب‌های تجاری ساخته شد. در اون زمان هیچ کس تصور نمی‌کرد که روزی دلار اینقدر تاثیرگذار بشه. حالا بیایید ببینیم چطور دلار از یک کاغذ ساده به یکی از بزرگترین ارزهای جهانی تبدیل شد. آیا می‌دانستید که تا قرن 18 دلار به عنوان ارز رسمی در هیچ کشور بزرگی وجود نداشت؟ بله، در اوایل دلار تنها در مستعمرات آمریکا رواج پیدا کرد و در واقع قرار بود فقط به عنوان یک واحد پول برای تبادل کالا استفاده بشه. اما اینجاست که داستان جذاب‌تر میشه. درست در زمان جنگ‌های استقلال آمریکا، دلار شروع کرد به شهرت پیدا کردن و به عنوان ارز رسمی شناخته شد. دلار بعد از استقلال آمریکا کم کم از مرزهای ایالات متحده فراتر رفت و با استفاده از سیاست‌های اقتصادی این پول به یک بازیگر اصلی در سطح جهانی تبدیل شد. این اتفاق تا اوایل قرن 20 ادامه پیدا کرد که با ایجاد نظام برتون وودز دلار به عنوان ارز اصلی برای مبادلات جهانی به طور رسمی شناخته شد. حالا فکر کنید چه اتفاقاتی افتاده که دلار به این جایگاه رسیده. حالا که دلار به یکی از ارکان اصلی تجارت جهانی تبدیل شد، نوبت به بحران‌ها و نوساناتی رسید که این ارز رو تحت تاثیر قرار داد. از بحران مالی بزرگ سال 1929 گرفته تا بحران‌های نفتی دهه 70 و حتی سقوط بازارهای مالی در سالهای اخیر، همه اینها تأثیرات مستقیم بر روی دلار گذاشتند. هر کدوم از این بحران‌ها باعث تغییرات زیادی در ساختار اقتصادی دنیا شدند. پس سوال اینجاست، چه چیزی باعث شده دلار همیشه اینطور مقاومت کنه؟ آیا این پول همیشه معتبر میمونه؟ و سوالی که همه از خودمون میپرسیم اینه که آینده دلار چی میشه؟ با وجود ارزهای دیجیتال و تغییرات جهانی، آیا دلار همچنان در سطر خواهد ماند یا چیزی جدید جایگزینش میشه؟ نظر شما چیه؟ فکر میکنید دلار در آینده همچنان پادشاه بازارهای مالی خواهد بود یا ممکنه یک ارز جدید از راه برسه؟ حتما در کامنت ها برام بنویسید. اگه از این ویدیو لذت بردید، فراموش نکنید که کانال ما رو سابسکرایب کنید و روی دکمه زنگوله کلیک کنید تا هر شب ساعت 8 شب ویدیوهای جدید و دانستنی‌های جالب رو ببینید. حتما با دوستانتون به اشتراک بذارید تا اونا هم از این رازهای عجیب باخبر بشن. تا ویدیوهای بعدی، خدا حافظ.